خب بروید. او هفته 1 روز در مکفیله خلوت میکند. بهتر نیست مزاحم عبادت او نشویم؟ در هنگام عبادت به کار دیگری نمیپردازم. از قضا و اینک در مکفیله تنهاست. بهترین فرصت همین امروز است که با خاطری آسوده و بدون مزاحم با او سخن بگوییم. بروید ببینم چه میکنید. سلام پدر. سلام پدر. سلام فرزندانم. میبینیم با معبود خویش خلوت کردیم. آیا ما را نیز دعا میکنیم؟ برای شماها همیشه دستم به درگاه خداوند است. اینجا چه میکنید؟ میدانید که امروز به کار دیگری نمیپردازم. آمده ایم اجازه بگیریم که یوسف را با خود به صحرا ببریم. چه شده؟ چرا به این فکر افتاده اید؟ دلیل خاصی ندارد. دوست داریم یوسف را با خود به صحرا برده تا هم کمی بازی و تفریح کند، هم به او رموز کاردانی و گله‌داری را بیاموزیم. اینک دوران کودکی و بازیگوشی یوسف است. بزرگتر که شد او هم مثل شما به صحرا خواهد آمد. قول می‌دهیم مواظب او باشیم. آری پدر، قول می‌دهیم. هنوز زود است. بعداً باید میدانستم که انجام چنین کاری در عرضه و توان شما نیست. تو که عرضه و توان داشتی خود نزد پدر میرفتی. مثلا ما پیامبرزاده ایم. من میدانستم که جز کشتن یوسف راهی نیست. بی نتیجه بودن راهی که لاوی پیشنهاد داده بود از همون ابتدا معلوم بود. پدر ایستگاه یوسف را از خود دور نمی‌کند. شما که نمیتوانید یوسف را در حضور پدر بکشید. میتوانید؟ در هر حال ابتدا باید یوسف را از پدر جدا کنید، آنگاه چاره‌ای برای او بیاندیشید. من راهی به نظرم میرسه. تنها کسی که میتواند پدر را متقاعد کند که یوسف را همراه ما به صحرا بفرستد خود یوسف است. او را وسوسه کنیم و از لذت گشت و گذار و بازی در صحرا برایش بگوییم. اگر او خود تقاضای همراهی ما را داشته باشد قطعاً پدر با او مخالفت نخواهد کرد. این همراه است. امتحان میکنه. تو دوست داری همیشه اینجا در خانه بمانی و با بنیامین و دینه بازی کنی؟ آری من بازی با دینه و بنیامین رو دوست دارم. من هم دوست دارم با شما بازی کنم، اما نه اینجا. بازی و تفریح در کوه و صحرا خوب است. چرا گله را حرکت نمی‌دهید؟ منتظر برادرانمان هستیم. شماها امروز به صحرا نمی روید؟ همکنون حرکت میکنیم. آماده ایم اجازه بگیریم امروز یوسف را هم با خود ببریم.
چرا اجازه نمیدهید یوسف با ما به صحرا بیاید؟ تا هم کمی به ما کمک کند و هم کمی تفریح و بازی کند. دشت همه جایش زیبا و پر از ریاحین است. تا به حال تمشک خورده ای؟ نه، چگونه است؟ بسیار خوشمزه است و من خیلی دوست دارم. تا به حال چشمه های جوشان و نهرهای روان دیده ای؟ حقیقت این است که یوسف مادر ندارد. به خواسته مادرش نگهداری از او خب دهی نیست به گردن من. در ثانی پدر مادران موظفند بیشتر مراقب بچه‌های کوچک خود باشند. مردم ما را ملامت می‌کنند که مگر پدرتان به شما اطمینان ندارد که یوسف را با شما همراه نمی‌کند؟ لااقل بگذارید امروز را با آنها باشد تا نیش و کنایه مردم فروکش کند. او طفلی بیش نیست و من به او عادت کردم. اگرچه رفتن به صحرا و کار و تلاش برای او مفید و سازنده است، اما هنوز دویدن به دنبال گله برای او زود است. ولی ما کوچکتر از یوسف بودیم که به صحرا میرفتیم. شما که تنها نرفتید. من به تدریج یوسف را نیز همچون شما به صحرا خواهم آورد و به تلاش وادار خواهم کرد. اما تنها فرستادن او اصلا صحیح نیست. ما هم میتوانیم به او کار و تجربه بیاموزیم و هم به عنوان برادر بزرگتر ناصح و دلسوز او باشیم. من هم دوست دارم یوسف رشد کند، با تجربه و کاردان شود، اما او کودک است، دلبسته محبت من و دل مشغول خانه می باشد. هنوز با شما نیامده تقاضای مراجعت خواهد کرد و بهانه مرا خواهد گرفت. آنچنان او را به بازی و شادی مشغول کنیم که اصلا به یاد شما خانه هم نیفتد. چه کیفی دارد خوردن از آب چشمه و بازی در آب نهر. تمام برادران با یکدیگر بازی میکنیم و تفریح میکنیم و کشتی میگیریم. غذایمان شیر داغ است و گوشت بریان. ما احساس میکنیم که پدر به ما اطمینان ندارد. من به شما اطمینان دارم، به گرگ های صحرا اطمینان ندارم. ایمان دارم شما سرگرم بازی و مشغول کار شوید و از یوسف غافل بمانید و گرگ او را بخورد، چون در خواب دیدم که گرگ ها کودکی را دنبال میکردن. این دیگر از آن و آن است پدر. خوب بود شما خود شاهد کشتن آن گرگ بودید. اگر گرگ یوسف را بخورد پس ما 10 جوان برومند به چه کار میاییم؟ یعنی ما آنچنان زبون و ناتوان شده ایم که نمیتوانیم برادرمان را از خطر حمله گرگ حفظ کنیم. پدر، منو با برادرانم به صحرا گردش میفرستی؟ پسرم تو هنوز کوچکی، باید با همسن سالای خودت بازی کنی. ولی پدر من دیگه بزرگ شدم، دوست دارم با برادران بزرگتر از خودم بازی کنم. اجازه دهید با آنها به صحرا بروم. اینا چه میگویید پدر؟ یوسف خود نیز مشتاق همراهی با ماست. آری پدر، اجازه دهید یوسف با ما به صحرا بیاید. خواهش میکنم پدر، خواهش میکنم اجازه دهید با برادرانم به صحرا بروم. پدر، خواهش میکنم. بسیار خوب، موافقم. درود بر تو پدر. سپاسگزاریم. بسیار خوب یوسف. بروید. صبر کنید. باید یوسف را آماده کنم. باشه. بیا پسرم، بیا. مراقب یوسف باشید. او چون شما تحمل سختی را نداره. نگران نباش مادر، نمیگذاریم به اون سختایی سر. از برادرانت دور نشو. از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. این که برای من خیلی بزرگ است. تو بپوش، خواهی دید که اندازه می شود. این پیراهن برای هر کسی که لیاقت پوشیدنش را داشته باشد اندازه می شود.
پدر این که اندازم شد. این پیراهن از بهشت برای پدر بزرگم ابراهیم آمده. ابراهیم خلیل الرحمن این پیراهن را به پدرم اسحاق داده. ایشان نیز به من سپردند و همینک به تو رسیده. از این پیراهن خوب محافظت کن و آن را از خودت دور نکن. همه جا تو را به سلامت خواهد داشت. اصلا آن را به کسی نشان نمیدم. خداوند تو را از همه بلاهای آسمانی و زمینی محفوظ بدارد. همه جا با برادرانت باش و هر چه گفتند گوش کن. بروی پسرم. خب یوسف هم آمد. بروی. بروی یوسف. من هم تا بیرون شهر با شما میام. بسیار خوب. بروی. نگران نباشید پدر، ما امروز با یوسف روز خوبی را خواهیم داشت. برادرانت خیرخواه و دلسوزتان. کاری داشتی به آنها بگو. یاریت میکنم. مراقب خودت باش پسرم. برای یوسف آب و غذای کافی گذاشتم. مبادا گرسنه بماند. حتما. لاوی یوسف را به تو میسپارم. نگذار آسیب ببیند و به او سخت بگذرد. پدر اجباری نیست. اگر خیلی نگران هستید اجازه ندهید یوسف بیاید. نه مانعی نیست. او را ببرید. اما مراقبش باشید. من از طرف خود و برادرانم به شما اطمینان میدم که غروب یوسف را شاد و خندان نزد شما بازگردانم. برویم یوسف. برویم. یوسف گله را حرکت دهید. برویم یوسف. نگران نباشید. برادرانش از این مراقبت خواهند کرد.
چه میکنی یهودا؟ زانویم درد گرفت. این چه جور بازی است؟ پدری در کار نیست. فریاد بزن. تو امروز جز مهر و محبت پدر ندیده بودی؟ دیده بودی؟ همه علاقه و توجه پدرمان اسرائیل فقط برای تو بود. گناهم چیست؟ چرا مجازاتم میکنید؟ خیز ببینم. تو میخوایی از ما بهتر باشی؟ این آرزو را به گور خواهی بود. ما تو را زنده نخواهیم گذاشت. پدری که از ما گرفتی کجاست؟ صدایش کن. بگو به فریادت برسد. ما همه فرزندان اسرائیل هستیم. تنها تو نیستی. پدری که دامان او جایگاه امن تو بود کجاست؟ بگو کجاست؟ باز هم شیرین زبانی کن. از خواب باید بگو. چرا نمیگویی ستارگان رویایت را یاری کنند ها؟ چه میدانم؟ به یک باره چه اتفاقی افتاده؟ این دیگر چیست؟ چنین طوفانی را ندیده بودم. بخیز به داخل برویم. عجله کن. شنیدی؟ چه چیزی را؟ گویی یک نفر در باد فریاد میزند پدر. من یه چیزی نمیشنوم. چی بست؟
چه شده؟ کفش های زیبایت پاره شده؟ لباس های تمیزت خاکی شده ها؟ چه حیف. موهای شانه کردت پریشان شده. هنوز هم میخواهی بر ما سروری کنی؟ یتیم راهی. خوب نگاه کن، خوب نگاه کن. سجده کنندگانت را خوب نگاه کن. حال چه کسی به سجده افتاده؟ تو؟ یا ما؟ پدر یوسف کجاست؟ به همراه برادرانت به صحرا رفت. چرا گذاشتی برود؟ من چند بار شاهد کینه‌توزی های برادرانم با یوسف بودم. چرا اجازه دادید؟ نگران نباش دخترم. او خود دوست داشت که با برادرانش به تفریح و گردش برود. مگر شما او را دوست نداشتید؟ چرا دوست دارم، اما برادرانت اصرار کردند و من برای جلب اعتماد آنان چاره‌ای جز موافقت نداشتم. خیلی نگرانم. دست خودم نیست. من خوابهای پریشان دیدم. یوسف در جای تاریکی بود و مدام گریه می‌کرد. من به فرزندانم اطمینان دارم. آنها یوسف را به سلامت باز می‌گردانند. اما من تردید دارم. باید چه کسی به خاک افتاده؟ تو؟ یا ما؟ بگو به سجده کنندگانت همان ماه و ستاره ها به یاریت بیایم. رهایم کن لاوی، رهایم کن تا او را نزد مادر مردش زاهیل روانه کنم. قرار ما بر این نبود. با یکدیگر توافق دیگری داشتیم. آن توافق برای بستن دهان تو بود. ولی من رهایت نمیگذارم یوسف را بکشی. رهایش کن لاوی، بگذار کار را تمام کنم. پس بهتر است اول من را بکشی، چون اگر زنده بمانم به بدر خواهم گفت. یا از یوسف بگذر یا اول خودت کشته خواهی شد. یکدیگر را رها کنید یهودا. تو نگذاشتی کار را تمام کنم. یک روز پشیمان شد. میدانم که خداوند هیچ کام ما را نخواهد بخشید. من از تو پوزش میخواهم. لاوی را ببخش. به خداوند سوگند تصور نمی کردم با تو این چنین کنم. پیامبران و پیامبرزادگان باید خود را برای مصائب دنیا آماده کند، اما من گمان نمی کردم که اولین مصیبت از جانب برادران بر من فرود آید. خنده‌ات برای چیست؟ ساعتی پیش که مرا از به دستتان دید، هر یک برا نوازش میکردید و بوسه میدادید. یهودا مرا بر 4 پا نشاند. با خود گفتم آنکه چنین برادرانی دارد نه از دشمن باید بترسد و نه نگران خطر باشد، حالا که اولین دشمنان همین برادران است. بیچاره آنکه به جز خدا به دیگری دلخوش کند. ببینم میخوایی با این چه کنی؟ معلوم است. نزد پدر باز میگردم. این که خیال خامی است. حتی اگر به قیمت جان هر دوی شما تمام شود نمیگذاریم او را بازگردانیم. چاره دیگر بیاندیش. چه کنه؟ هر دوی ما رو خواهند کشت.
فعلا باید مانع کشته شدن تو شوی و بعد خدا بزرگ است. بسیار خوب، او را به کاروانیان رهگذر بسپارید تا به خود به جای دور ببرند. ولی ما که نمیتوانیم با دست خود او را به کاروانیان تقدیم کنیم. مشکوک نخواهند شد. چرا او را در جایی نمیگذارید که کاروانیان خود او را بیابند؟ مثلا بالای درختی جایی. بهتر است درون چایی پنهان کنید تا کاروانیان به هنگام کشیدن آب او را بیابند و با خود ببرند. چای آبشون در نزدیکی اینجا چاهی میشناسم که کاروان تجاری مردم حجاز از آنجا عبور میکند. اگر او را در آنجا بگذاریم زود پیدایش میکنند. ها؟ بسیار خوب، برویم. دان نفتالی گله را حرکت دهید. پدر کی باز میگردن؟ نگران نباش دخترم، تا غروب وقت زیادی هست. چند روز پیش یهودا میخواست یوسف را مجازات کند، لاوی نگذاشت. چرا؟ مگر از یوسف خطایی سر زده بود؟ نه پدر، فقط نمیخواست خوابش را برای یهودا تعریف کند. من از او خواستم که نگوید. چه شد؟ چرا نمیرسی؟ در این نزدیکی چاه بود. شما به کجا میروید؟ میخواهی تا یوسف را از چاه در آوردن اون حقیقت را به کاروانیان بگوید و آنها او را نزد پدر رو برند؟ چاه هرچه دورتر باشد بازگشت او غیر ممکن‌تر است. رسیدیم، چاه آنجاست، کنار آن تکه رفت. آبان چاه شور است. من آن را میشناسم. چه بهتر. کاروانیان به همین خاطر هیچگاه در کنار این چاه سراغ نمی‌کنند. صدایش رو در نیاور. من مخصوصم به این سمت آمدم. اما این به معنی کشتن یوسف است. خیلی عمیق است. مانعی نیست. جاد، اشیر، تنها پایی که برای بستن علوف با بار 4 پا آورده این بیاورید. اگر به هم بسته شود بلند خواهد شد. یهودا، آب این چاه شور است. هیچ کاروانی از آن آب بر نمیگیرد مگر وجوار و خطا. من اطمینان دارم که در این چاه هستش، دیگه خواهد مرد. شو، من خود میدانم. بیهوده که به این سر نیامدم. به هر حال همین است، چه زنده بمانه چه بمیره. بیا، کاری با او نداشته باش. من خودم این کارو خواهم کرد. مرا ببخش، کاری از من ساخته نیست. گناه من چیست؟ این چه ظلمی است که در حق من میکنید؟ تو گناه نداری. ما تحمل برتری و سروری تو را نداریم. ما به جایگاهی که خداوند برای تو قرار داده حسادت میکنیم. من از تو میترسم. تاریک است. نترس برادر، خداوند با توست، از تو حفاظت میکنه.
یهودا من از شما میترسم گوش کن برادر مگه شما نمیخواید که من از پدر دور شوم به تو قول میدم که اگه رعایت کنید از اینجا به جایی بروم که پدر هیچ خبر نمیده. من هم باور کردم. من از شما میترسم. صبر کنید. باز چه شده؟ اگر نزد پدر بازگشتیم و از یوسف پرسید چه پاسخی بدهیم؟ میگوییم گرگ را خورد. آری پدر خودم نگران بود که مبادا یوسف نصیب گرگ شود. پدر میداند چنان گرگ بسیار دارد. اما من فکر میکنم نشانه لازم است. نشانه؟ مثلا پیراهن گرگ خورده یوسف نشانه خوبی است. بیا پایین ببینم. صبر کنید خواهش میکنم فلانی کاری دارم. دست نگه دارید ببینم چه میگوید. بیهوده وقت تلف نکن. برو پایین. شما که اون رو در چاه خواهید انداخت. چند لحظه دیرتر یا زودتر چه تفاوتی داره؟ بگذارید ببینم چه میگوید. بگو چی میخوایی برادر؟ میخواهم با تو تنها سخن بگویم. اگر نشینی چه گفت؟ من تو را دوست دارم و به خوبی تو یقین دارم. اگرچه برادرانم با من بدی میکنم اما همه آنها را نیز دوست دارم و میخواهم از جانب من گزندی با آنان برسم. مبادا پدر از ستمی که بر من کردید مطلع شود که نفرین او همه شما را نابود خواهد کرد. دیگران هم نگویید. ممکن است پدر را با خبر کنم. این موقع از خداوند پنهان نخواهد بود. از خشم خداوند در امان نخواهید ماند. توبه کنید تا خداوند به خاطر ستم بر کودک ضعیف بر شما عذاب نازل نکند. خداوند ما رو ببخشد. به گفته پدر من یکی از پیامبران الهی خواهم شد. شما این را میدانید و این گونه بر من ستم میکنید. من نگران آنم که شما بنی اسرائیل و فرزندانتان با انبیای بعد از من هم این چنین کنید. نفرین بر ما سنگ دارد. نفرین بر ما از خدا بیخبران. کاری که ما بنی اسرائیل با برادر خود میکنیم درندگان با هم خون خود نمی کنن. آننگ برادر کشه قابیل را بار دیگر زنده میکنیم. چه شده؟ چرا معطل میکنی؟ بیایی ببینم. راوی من میترسم. خدا را کمکم کن. یاری من کن. جست و یاری کننده نمیشناسم. راوی بروید طلاق کنید. یوسف افتاد. لاوی! یوسف!
چقدر شد؟ چه شده؟ مگر همین را نمیخواستید؟ فقط تو این را میخواستی. قرار ما این نبود. حتی ابتدا نقشه قتل او را داشتی. تو تقاص پس خواهیدم. تو روی قابیل را سپید کردی. قابیل برادر با هم برابر خود را کشت، ولی تو طفلی صغیر را کشتی. نفرین خداوند بر تو، نفرین. اگر نفرینی هست برای همه هست. ما همه با هم شریکیم. شما هم در این کار مقصر اید. پس بیهوده ادا یک برادر فداکار را برای من در نیاورد. شما باید یوسف باشی. آری، من یوسف هستم. میدانستم که روزی شما را خواهم دید. شما کی هستید؟ مردی از ادوار گذشته، از دل تاریخ. مرا از کجا میشناسید؟ یکی از انبیاء گذشته ماجرای شما را برای من تعریف کرد و من شیفته شما شدم. آرزوی دیدارتان را داشتم. از اون نشانه شما را خواستم. گفت روزی در این چاه شاه دنیا ظاهر خواهد شد. و شما هم در اینجا به انتظار من نشستید. 1200 سال است که انتظار شما را میکشم. 1200 سال؟ آری، منتظر یک نجات دهنده، پیامبری که وعده آمدنت را داد. گفت برو درون چاه دنیا بنشین، یک روز یوسف خواهد آمد و امروز آن روز موعود است. من هم از دیدار شما خوشنودم. من حضور همه انبیا را درک کردم و هر یک تو را پیامی دادند. هود نبی می گفت یا یوسف تو دادگری، داد ستم دیدگان بستان. صالح نبی می گفت یا یوسف کنیه تو هم نام من است، به احقاق حقوق بندگان برخیز. یونس نبی می گفت تو وارث همه انبیای گذشته ای، بر آرزوی آنان جامعه عمل می پوشان. پیامبری که وعده آمدنت را داد نشانه‌ای برای تو فرستاد. موعود. موعود؟ از شما سپاسگزارم. نشان ارزشمندی است. حال از من چه می‌خواهی؟ آرزوی ملاقات شما را داشتم که دیدم به دیدار شما روشن شد. اینک هیچ آرزویی ندارم. به نصیحت شما نیاز دارم. چیزی بگویی تا در این چاه دنیا مرا به کار آید و گره‌های ناگشوده را بپوشم. رمز همه هستی در دستان توست. تو را به نصیحت چه نیاز؟ کدام رمز؟ خوب بنگر. هر دست تو را چند بند و چند انگشت است. 5 انگشت و 14 بند. این همان رمزی است که گفتم. 5 و 14. 5 و 14 یعنی چه؟
این رمز در زمان ظهور آخرین پیامبر گشوده خواهد شد و رمز وجود هستی در همین دو عدد است. به آنها متوسل شو، آرامش و نجات خواهی یافت. آرامش و نجات خواهی یافت. آقای پیرمرد، مرد منتظر کجا هستی؟ نکنت خواب دیدم. رمز همه هستی در دستان توست. چرا فشردن این مهره به من آرامش میده؟ طوفان خوابید. تا کی میخواید اینجا بمانید؟ نمیرویم؟ زنده است! یوسف زنده است! یوسف! من زنده! خیالتان که راحت شد. پس چرا ایستاده اید؟ برویم! نمیشه روید؟ برویم دیگر. نگران شده بودیم مبادا غرق شده باشی. چرا پاسخ نمیدادی؟ من خود نیز نمیدانم چگونه نجات یافتم. منو بیرون بیاورید. من بی‌دستم. اینجا تاریک است. نمیتوانم. برادران سنگدل و نامهربانت نخواهند گذاشت. مجبوری تحمل کنی. به خداوند توکل کن. دیر وقت است. ما باید برویم. ولی من به زودی باز میگردم و برایت غذا و آب بیاورم. نگران نباش. نگران شوریاب نباش. برایت آب شیری میآوری. پس شما از ابتدا قصد کشتن او را داشتید و میدانستید آب این چال شور است و او هلاک خواهد شد. میدانستم، اما یهودا نگذاشت که بگویم. برویم دیگر. راه طولانی است. اینجا شیرین است. فرزندان اسرائیل رفتن. من نیز مجبورم بروم. لاوی من بی‌دستم. فردا باز میگردم. امشب را باید تحمل کنی. لاوی روبی شم